سلام دوستان، بازم سر و عمامه علی گدا تو تیویریش پیدا شد تا تو این آشفته بازار منطقه‌ای و بین المللی یه دلداری زورکی به سردار سرتشتگان نظامش بده. دوران دفاع مقدس برای ملت ایران اولا یا آبرو شد، این اول یا آبروی شد برای ملت ایران. اگه آبرو بود پس چرا امام ملعونت با زهر معاملش کرد؟ بعد این وسط تو رو سننه میخوای با آبروی کپک زده جنگ بزبیاری های الانتو ماسمالی کنی؟ فایده نداره اوزی، فایده نداره. الان این جونورای پاگندارت تو کف بمبارونای اخیرن. چرا از آب رفتن عمق راهبردی نظامت نمیگی؟ چون همه فهمیدن، همه دانستن که یک جبهه‌ای تشکیل شد از همه عناصر مؤثر در نظامیگری در دنیا. غیر از اینه؟ آمریکا بود، اروپا بود، مجموعه ناتو که بودن با همه جوانبشون، مجموعه ورشو بود، مرتجعین منطقه و پولهای دلارهای نفتی و اینا همه دست به دست هم دادن، یه جبهه‌ای رو تشکیل دادن و این جبهه فشار آورد برای اینکه نظام اسلامی را، جمهوری اسلامی را اولا تضعیف کنه، ثانیاً بی‌آبرو کنه، ثالثاً دچار مشکلات داخلی کنه و در نهایت اگر بتوانه به فروپاشی برسونه. هدف اینا بود. جمهوری اسلامی با کمبود امکانات، با کمبود تجهیزات و اختلالات فراوانی که ناشی از اوضاع انقلاب و اینا بود دیگه، ایستاد در مقابل این جبهه عظیم. 8 سال اونا خودشون رو کشتن که بتوانند این اهداف و مقاصد خبیث رو نسبت به جمهوری اسلامی محقق کنن و نتوانستن. آخر دست از پا درازتر خودشون عقب نشستن و جمهوری اسلامی سربلند از این میدان خارج شد. میخواد به فرمانده های وارفتش بگه اگه میبینید دنیا واسه کله کردن بنیادگرایی بسیج شده زیاد رم نکنید. اون موقع هم بسیج شدن، اما امام زهر خورد و جون به در بردیم. آخه زهر خورده یه بدبخت. اون موقع کجا؟ الان کجا؟ تو فکر کردی این دل و دماغ سوخته ها حرفاتو باور میکنن؟ جای این حرفا تکلیف الانشون رو روشن کن. حضرت آیت الله خامنه ای در پایان همه فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدس را به ثبت خاطرات و واقعیات این دوران سفارش و خاطرنشان کردند. به لطف خداوند آثاری هم که تا به امروز از 8 سال دفاع مقدس منتشر شده است آثار خوبی است. واقعا این رهنمود فقط از یه ولی فقیه گیج افقی در میاد. دارن یواش یواش میرن سراغ بشار عزیزت، بعد تو به اینا میگی برن کتاب بنویسن. البته شاید هم بد توصیه نباشه، کتاب ننویسن چی کار کنن؟ چون کاری از دستشون بر نمیاد که. در ابتدای این دیدار سردار سرلشکر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در سخنان کوتاهی ضمن سپاسگزاری از موافقت با عیادت فرماندهان نظامی از رهبر معظم انقلاب با گرامیداشت هفته دفاع مقدس بر آمادگی نیروهای مسلح برای دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی تاکید کرد. از اون هیکلت معلومه که خیلی آمادگی داری. تا اینجا که همه دستاوردهای نظامو برباد دادی. تنها دستاوردی که مونده همون شیکم مدره توه که اینطور که پیش میره بعید دووم بیاری. حالا یه سری هم به نیویورک بزنیم و ببینیم شیخ بری چجوری داره از دستاوردهای نظام دفاع میکنه. آقای رئیس،
تداوم تحریم‌های ظالمانه علیه ایران تداوم اشتباهی راهبردی علیه یک ملت معتدل و مستقل در شرایط حساس منطقه ماست. ما در یک سال گذشته به شفافترین گفتگوها برای اعتماد سازی در موضوع هسته‌ای ایران دست زدیم. این سخنرانی رئیس جمهور نظام تو سازمان ملل یا مجلس روزخونی شیخ فری؟ تو که بابای عزت و حشمت ولایت رو در بردی که یه کاسه گدایی دستت میگرفتی سنگین تر بودی. البته اینا سوس قضیه بود. ته خط شیخ فری هم همون ترس مشترک همه باندای نظام رو ریخت رو دایره. موضوع هسته‌ای یک راه حل بیشتر ندارد و آن فقط مذاکره است و اگر برخی در تخیل خیش به راه‌های دیگری می‌اندیشند سخت در اشتباهند. منظورش از راه‌های دیگر همون راه‌هایی که الان تو منطقه گل کرده. داستان همون دومینوی دیکتاتوراست. نوری تو عراق، بشار تو سوریه و دست آخر سیدعلی تو ایران. اوه 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 عجب کابوسی. بحثای داغ و شفاف با آقای موشکار، با آقای موشکار.